غیبت صغرا بود و سالهایی که نام حجت خدا در خفا نجوا می شد و رؤیت او حسرتی بود سنگین بر دل مؤمنان. من ابوالحسن زراب اصفهانی نیز سالها در حسرت دیدار حجت خدا می سوختم. نه به دنیا دل بسته بودم نه به تجارتم. تنها تمنایم دیدار مولایی بود که توفیق زیارتش از سر عالم برداشته شده بود. تا اینکه عزم سفر حج کردم به امید زیارت مولایم. با رسیدن به مکه کاروان ما در خانه قدیمی اقامت گزید. خانه‌ای که گفته میشد روزگاری از آن بانوی بزرگ اسلام حضرت خدیجه سلام الله علیها بوده و بعدها امام رضا علیه السلام نیز در آن اقامت داشته است. خانه‌ای کهنه اما زنده، عطر و آرامشی خاص در فضای آن جاری بود. گویی هنوز از قدوم صاحبانش خالی نبود. متصدی خانه پیرزنی بود با نگاهی نافذ و وقاری بی‌بدیل. چهرهش حکایت از روزگاری پرفراز و نشیب و حرفها و خاطرها داشت. در برخورد اول با او پرسیدم راست است که این خانه روزگاری خانه امام رضا علیه السلام بوده؟ چشمانش برقی زد و گفت بله و من خادمه این خاندانم. این خانه از امام رضا به امام حسن عسکری رسید. من نیز با اذن امام ساکن اینجا هستم. دلم لرزید. در برابر زنی ایستاده بودم که امین امام عسکری بوده. از شدت بعد نتوانستم حرفی بزنم. او رفت و من تنها ماندم با افکاری که به ذهنم هجوم می آورد. شب شد اما از هیجان اتفاقی که افتاده بود خوابم نمی برد و به خودم امید می دادم که آشنایی با این خادمه حضرت لطف امام است که ناگهان نوری از داخل حیاط چشمم را زد. به سمت پنجره مشرف به حیاط رفتم. مردی نورانی، بلند بالا، ملکوتی، بی آنکه کسی بیدار شود در حال وارد شدن به خانه بود. در دستش هیچ چراغی نبود اما نور از وجودش می‌تراوید و فضای خانه را روشن کرده بود. عطر حضورش چنان جان افزا بود که گویی نسیمی از بهشت در خانه وزیده است. در کمال تعجب بعد از مکسی به سمت اتاق پیرزن رفت. بیرون پریدم به سوی در. آخه در آن روزها مکه ناآرام بوده. برای امنیت خانه هر شب در خانه بسته و با سنگ بزرگی محکم می شد. اما در بسته بود. سنگ پشت آن نیز همان گونه که گذاشته شده بود بی حرکت مانده بود. بیشتر حیرت کردم. پس او چگونه آمد؟ قلبم به تندی می زد اما جرأت هم نکردم به سمت اتاق حرکت کنم و بازگشتم به اتاق خودم و پس از دقایقی نور محو شد. شب دوم هم این اتفاق افتاد اما من این دفعه حتی پای رفتن به داخل حیاط را هم نداشتم. کنجکاوی من هر لحظه بیشتر می شد و بیتاب دنبال فرصتی برای صحبت با پیرزن حین آمدن آن آقا و نبود همسفران سنیم که اعتقادی به امام زمان نداشتند می گشتم که شب سوم این فرصت دست داد. همگی همسفرانم برای طواف رفته بودند. من نرفتم و منتظر ماندم تا آن مرد نورانی مجدد تشریف بیاورند. مرد نورانی آمدند مثل دو شب قبل. من هم دل را به دریا زدم و پیرزن را صدا زدم و گفتم میخواهم چیزی بپرسم. پیرزن لبخندی زد انگار که منتظر چنین لحظه‌ای بود. گفت اتفاقا من هم حرفی با تو داشتم اما به خاطر همسفرانت این مدت سکوت کردم. چه حرفی؟ بعد تأملی گفت میفرمایند با شریکانت مجادله نکن، با آنها مدارا کن. قلبم لرزید. پرسیدم چه کسی میفرماید؟ پیرزن اخ میکرد و با صلابتی که لرزه بر اندامم انداخت گفت خودم میگویم. حیرت زده لحظه‌ای به فکر فرو رفتم که از کجا میداند؟ من مدتها بر سر مسائل اعتقادی با شریکانم درگیر بودم. آنها نیز من را نزد حاکم بدنام کرده بودند و من ناچار به فرار شده بودم.
چگونه این زن از ماجرای من آگاه بود؟ موضوع را ادامه ندادم و با شوقی که در صدایم موج می‌زد گفتم: تو را به خدا قسم، آیا تا به حال امام زمان علیه السلام را به چشم خود دیده ای؟ آهی کشید، انگار غرق در خاطراتش شد و به لحظه‌ای عمری را در ذهنش مرور کرد و گفت: در همان روزها که بانو نرجس سلام الله علیها باردار بودند، من خادمه خانه امام بودم. به امر امام برای مأموریتی راهی مصر شدم. هنگام وداع حضرت فرمودند: تو در آخر عمرت مهدی ما را خواهی دید و همونطور که خدمتگزار من بودی، خدمتگزار او نیز خواهی بود. اشک در چشمانم حلقه زد، دلم لرزید. با خود گفتم: پس این زن با آقا در ارتباط است. گیج شده بودم و بی اختیار و بی مقدمه گفتم: این سکه ها را بده به یکی از ساداتی که خودت صلاح می‌دانی. 10 سکه نقره بود. نیت کرده بودم آنها را در مقام حضرت ابراهیم بیاندازم. 6 تایشان از همانها بود که در دوران مأمون به نام امام رضا علیه السلام ضرب شده بودند. پیرزن رفت و برگشت. می‌فرمایند حقی در این سکه ها نداریم. همانطور که نیت کرده ای در مقام ابراهیم بیانداز. فقط آن 6 سکه‌ای را که به نام جد ما امام رضا ضرب شده بود برداشتیم و معادلش را جایگزین کردیم. این تایید دیگری بود و حالا دیگر جای هیچ تردیدی نبود. آن سرور نورانی، موعود امم، مولا و سرورم امام زمان بود و من آقای عالم را ولو در دریای از نور دیده بودم. آخرین لطف حضرتش در آن شب دفترچه کوچکی بود که خادمه ایشان به من داد. دفترچه را با دستانی لرزان گشودم. کلمات را که دیدم بوسیدم. همان صلواتی بود که بعدها با نام حقیر به نام صلوات زراب اصفهانی شهرت یافت. در مدت اقامتم در آن خانه بارها دیدم که مردم از شهرها و نژادهای مختلف نزد پیرزن می آمدند. نامه‌هایی رد و بدل می شد. پیرزن به زبان آنها تکلم می کرد. آرام، مسلط، بی تکلف. و من شگفت زده مرور می کردم. یک زن تا کجا می تواند اوج بگیرد؟ چه کرده است که در این خانه که هر خشتش دنیای خاطرات از قدوم نورانی امامان و حجت موعود است و عطر نفسهای امام زمان در آن جاری است. او حلقه رابط مردم غایب و امام زمان شده.